کارگران و زحمتکشان ایران هر روز زندگی متلاشی‌تر و پرتلاطمی را داشته باشند. ما در اینجا به مصاحبه تلفنی با 2 تن از کارگران مبارز در ایران میپردازیم و امیدوارم که شما به این مصاحبه ما توجه کنید و مشکلات این طبقه مبارز در ایران رو از دید 2 نظر مشخص زن کارگر و مرد کارگر ما برای شما بازگو میکنیم. با تشکر خانم فریده که دعوت ما را پذیرفته اید. امیدوارم که صدای ما را داشته باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بیژن بزرگوار، آقای جلالی. با تشکر خانم فریده. خانم فریده میخواستم که من سلام خدمت بینندگان عزیزمون، بینندگان عزیز برنامه چشم‌انداز و خیلی 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 تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، از توجه پرفکت و نامبروانتون که واقعا آگاه میکنید مردم ایران رو، بیدار میکنید تا امیدوارم بتونید توی انتخابات یک در واقع تودهنی بزنید به این رژیم کثیف و مزخرف جمهوری ایران. با تشکر خانم فریده. خانم فریده، همونطور که من از شما جویا شدم، شما اول اینکه یک دانشجو هستید و بعد هم یک زن کارگر. من میخواستم به عنوان یک زن کارگر در محیط کار شما با چه مشکلاتی روبرو هستید؟ آیا از یک حقوق برابر و مساوی با مردان همحرفه‌ای خود بهره‌مند هستید؟ روابط شما با کارفرما و کلاً مشکلات و معذوراتی که در محیط کار خود با اون روبرو هستید را با بینندگان ما در میون بگذارید. بله، خواهش میکنم. حتما. اتفاقا من به خاطر همین دوست داشتم تو برنامه شما صحبت کنم و مطمئنم زنها و خانم‌های دیگه هم هستن مثل من که این مشکل رو دارن، این مشکلاتی که من دارم. ببینید، مهمترین و اولی از مشکل من اینه که در واقع من حقوقی که میگیرم، من و امثال من، بسیار حقوق کمیه و اصلا حتی خرج و مخارج رفت آمدم به دانشگاه و هزینه‌های اولیه من نمیده، ولی برای اینکه باز من دستم تو جیب خودم باشه، محتاج کسی نباشم، سعی میکنم کار کنم. یعنی اصلا اون زحمت و اون فشاری که رو من هست به لحاظ کاری، اون تایمی که من کار میکنم واقعا حقش داده نمیشه. شاید اون پولی که من میدم اندازه 2 ساعت کار کرده من هستش. مسئله دیگه اینه که با اینکه اینقدر مشکل وجود داره و اینقدر وحشت وجود داره چون حقوق خیلی کمه، امنیت شغلی هم ما نداریم. یعنی هر لحظه ممکنه کارفرما از سیاقه من خوشش نیاد، حتی مثلا کوچکترین اختلاف رو من داشته باشه منو اخراج کنه، یا اینکه یه مسئله خیلی مهم نگاه جنسیه که به ما زنها تو کارخونه هستش. من همیشه دارم عذاب میکشم واقعا از همکارام، از کارفرماام، همکارای آقام، چون ایران جوش بسته است، خشک، آزادی نیست. وقتی که زن توی جای کار میکنه واقعا همش میخوان نسبت به چیز نگاه منفی داشته باشن. من یک جایی کار میکردم قبل از اینجایی که الان هستم، به خاطر اینکه پاسخ منفی دادم به درخواست کارفرما، به درخواست غیر اخلاقیش، من یه بهانه کوچیکی که یک از آن اخراج کرد. نیم ساعت یه روز مادرم مریض بود، دیر اومدم، منو به خاطر به بهانه از قضیه اصلی همون درخواست منفی بود، اما به خاطر دیر کردن منو اخراج کرد. و اینکه واقعا حالا جدای از اینها کارفرماها خیلی خیلی رفتار بدی با ما دارن، یعنی خیلی خشن و خیلی غیر اخلاقی برخورد میکنن، انگار که ما برده هستیم. واقعا من دوره بردهداری رو احساس میکنم من درش حضور دارم. یعنی این مشکلات واقعا هست. بله، با تشکر خانم فریده. خانم فریده، ما به این امر آگاه هستیم که در جوامع طبقاتی ستم مضافی بر زنان وارد میشه. آیا شما میتونید اشکال مختلف این ستم مضاف را به عنوان یک زن کارگر چه در محیط کار و چه در جامعه فعلی ایران برای ما بیان کنید؟ ببینید، من یک نمونه‌شی که خدمتتون گفتم همون نگاه جنسی، این نگاه جنسی
محدود به محیط کار نیست، بلکه بیرون از محیط کار هم من این مسئله رو میبینم. یعنی خیابونم که آدم راه میره واقعا احساس امنیت نداره چون محیط بسته است. در واقع اون مسائل غلیان ها در وردها وجود داره، اینا میخوان یه جورایی خودشون تخلیه کنن، به زنها توهین میشه، نگاه جنسی وجود داره. و نکته دیگه این مسئله حجاب، واقعا اینا دین رو کردن اجباری. بابا جان من نمیخوام مسلمون باشم، من اصلا از دین اسلام بدم میاد، چرا من باید اجبارم حجاب داشته باشم؟ چرا من باید حتما رادیو تلویزیون صبح تا شب از مسائل اسلامی بگه؟ و اینکه من خود حجاب یه منفعی بس ساده‌شو بهتون بگم، سر کار توی گرمای تابستون ما الزام داریم حجاب داشته باشیم. اون مانتویی که ما می‌پوشیم، اون روسری که سرمون می‌کنیم، عرق می‌کنیم، خودش باعث میشه که اعزاز مریضی و مکافات در آدم درست بشه. چرا ما حداقل حقوق یک انسان رو، نمیگم یک زن، یک انسان رو تو ایران نداریم؟ این واقعا یک دردیه برای من. بله خانم فریده، میخواستم همونطور که میدونید رژیم اسلامی ایران از بدو شکل‌گیری و به قدرت رسیدن اولین حرکتی که کرد مسئله سرکوب و تهدید آزادی زنان بود، از جمله همون حجاب اجباری که شما خودتون الان مطرح کردید. ولی در این 34 سال از زمانی که رژیم جمهوری اسلامی به سر کار اومده، زنان همیشه در صحنه مبارزات ایران بودن. به نظر شما در این مرحله از مبارزات، بخصوص اینکه که انتخابات قلابی هم در پیش است، شما نقش طبقه کارگر و زنان که بخش وسیعی از این طبقه رو تشکیل میدن رو میخواستم پیشنهادات عملی و مشخصی که شما برای تشکلیابی این طبقه را دارید برای بینندگان ما یا برای کارگرانی که در ایران صدای شما رو میشنون را برای ما بیان بکنید. من اتفاقا یکی از دلایل مهمم که تماس گرفتم و دوست داشتم و دوست دارم از این بعد به طبقه شما و شخص شما بزرگوار در ارتباط باشم اینه که در واقع یک سازماندهی ما بکنیم و برنامه ریزی کنیم تا یک موجی به راه بندازیم اعتراض‌آمیز در طول این انتخابات و نگذاریم اینها دوباره اون کثافت‌کاری‌های خودشون انجام بدن. به قول شما این نمایش انتخاباتی، این نمایش تقلبی رو در واقع اعمال میکنن. ما باید اینجا در نسخه خفه کنیم قضایی مشت محکمی بدن که دهن اینا تا دندوناشون خورد بشه. به اینها این همه در واقع برای ما مشکلات به وجود آوردن. من فکر میکنم که شما میتونید به ما کمک کنید از طریق اعلام تاریخ‌هایی که ما میخوایم این در واقع تشکلات رو راه بندازیم. آدمای زیادی هستن، من دوستان بسیار زیادی دارم که مثل من این دغدغه‌ها رو دارن و واقعا حاضرن از جونشون مایه بذارن برای براندازی این رژیم کثیف و خائن جمهوری اسلامی. باور کنید انزجار و نفرتی که در من و دوستان نسبت به این رژیم کثیف و آخوندی وجود داره بسیار زیاده و انقدر قدرت داره که میتونه اینها رو با خاک یکی کنه و نابودشون کنه. خانم فریده، میخواستم یه مقدار بیشتر روی این مشکلات صحبت بکنیم که چرا تا به حال این فرهنگ قرون وسطایی که توی جامعه ایران وجود داره تا حالا تونسته بخش عظیمی از جامعه رو به یه توهم، حالا از لحاظ مذهبی از لحاظ فرهنگی نگاه بکنیم. میخواستم شما به عنوان یک زن کارگر که توضیح دادید، ولی میخواستم بیشتر این مسئله رو موشکافی بکنید، بیشتر توضیح بدید که این بحران‌ها و این تلاطم‌هایی که وجود داره را شما چطوری در زندگی روزمره‌تون، یعنی در زندگی حتی خانوادگی خود، چطوری با این برخورد میکنید. من میدونم که با صحبتایی که با هم کردین شما نظرات خیلی مشخصی رو دارید در این زمینه. میخواستم یه مقدار بیشتر، ما وقت داریم، مشکل وقتی نداریم امروز، میخواستم یه مقدار بیشتر به این مسئله بپردازیم که جامعه ایران و به خصوص زنان مبارز چه برنامه‌هایی و چه تشکلاتی رو تا حالا بین خود داشتن، آیا میتونن این کار رو انجام بدن؟ شما در رابطه با مسئله خود اتحاد چپ صحبت کردید و کانال چشمانداز، من همونطوری که با هم صحبت کرده بودیم
کار ما عمدتاً در خارج کشور یک کار ترویجی و تبلیغیه، ولی خواستم شما در ایران این مسئله رو به چه صورت میبینید بین خود زنان کارگر؟ من فکر میکنم که ما میتونیم از طریق حرکت هایی که میکنیم جلوی این رژیم خسیسه که مثلا حتی از طریق فعالیت اینترنتیمون، وبلاگ، فیسبوک، مثلا این کمپینی رو من میدم به عنوان کمپین نه به حجاب، این میتونه یک راهکاری باشه برای مبارزه با این رژیم خائن. یعنی که ما میتونیم اعتصاب کنیم، کما اینکه من و دوستانم چند بار تو کارخونه این کار رو انجام دادیم، خب خیلی برق و بدلی با اون میشد، اما ما بازم ادامه میدیم و اگه یک شبکه خوبی مثل شما، شبکه شما مثل شخص شما پشت ما باشن تا ما بتونیم به عنوان تلویزیون استفاده کنیم، فکر میکنم که بتونیم خیلی از اهدافمون رو پیاده کنیم و این کارها رو انجام بدیم. و این سوالی که پرسیدی چرا تا حالا این رژیم تکلیف تونسته باشه، دلیلش به نظر من اینه که مردم ما متاسفانه به لحاظ آگاهی خیلی در سطح پایین قرار دارن و اینکه با خیلی از آموزه‌های در واقع علمی و نظریه‌های علمی و فلسفی آمادگی و آشنایی ندارن. به عنوان نمونه شما اگر که نظریه مارکس رو بخونید، کارل مارکس میگه که توی کتاب سرمایه‌اش میگه این که مثلا من خیلی خودمونیشو بگم، ارزش اضافی که ایشون حرف میزنه یعنی همون سودی که از مثلا تولید کارخانه توشان به دست میاد. کارل مارکس میگه این حق کارگر این ارزش اضافی، نه حق کارفرما. در جامعه مثل ایران کارگر داره استثمار میشه، فکر میکنه که اون 300,000 تومان پول حقشه، ولی نه خیر، سود کارخونه برای کارگره. ولی متاسفانه مردم ما آگاه نیستن به حقشون و به خاطر همین خیلی کلاه سرشون میره این اختلافات طبقاتی به وجود میاد و این مسائلی که در حال وجود داره. با تشکر خانم فریده، شما روی خط بمونید چون یه دونه از دوست دیگری از کارگر و آقای امیر رو خط داریم که میخواستم با امیر عزیز هم یه صحبت در رابطه با همین مشکلاتی که وجود داره انجام بدیم. امیر جان صدا ما رو دارید؟ بله، درود بر شما. درود بر شما امیر عزیز. امیر جان میخواستم به عنوان یک کارگر درباره مشکلات اقتصادی که امروز وجود داره، گرانی، تورم، بیکاری، میخواستم و اثرات اون رو توی زندگی شخصی و روزمره خودتون یه مقدار با بینندگان ما صحبت بکنید. با درود به بینندگان عزیزتون و شما جناب آقای جلیلی عزیزم، من نکته‌ای که میخواستم خدمت شما بگم، اول تشکر کنم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دارید و شاید ابتکاری باشه که اینجوری با ایرانیان داخل کشور و کسایی که با این مشکلات این نظام و این رژیم دارن دست و پنجه نرم میکنن، شما درد دلشون میخواد گوش بدید و منعکس کنید تا همه ایرانیان و همه فارسی زبانان اینو بشنن و اینجوری تقدیر و تشکر کنم. خواهش می‌کنم. نکته که شما بحث تورم، بیکاری و این اختلاف طبقاتی که در این نظام سرمایه‌داری آخوندی ایران به وجود آمده اونقدر مشکلاتش تند فلک زده که دیگه گوش همه جهان رو کر کرده. واقعا این تورمی که شما در شب عید همه ایرانیان در اون سطحشو تجربه کردن، گفتن دیگه این شب عید و تموم میشه، ولی متاسفانه بعد از عید باز دوباره میبینیم روز به روز هر جنسی که میخوای بری بخری مثلا میگه قیمتش 2000 تومان، میگه این گلونه میگه اگر هم نخری همون جنس ما در خرید میکنن 4000 تومان شده، 5000 تومان شده، میخوای بخری بخر که فردا باید 2 برابر 3 برابر پول بدی. یعنی یک وضعیتی که روز به روز ما داریم میبینیم در 50% داره میره روی تورم و این آمارهای اشتباهی و دروغینی هم که اعلام میکنن رو هم دیگه بقولی نخنما شده برای همه. بحث بیکاری، میدونید که جمعیت ایرانیان ما الان بهش جوابی هستن بیشتر جمعیت ایران که همه درخواست مسکن دارن، درخواست کار دارن و این رژیم هم کاری برای اونها نداره. اکثران تحصیل کرده از لحاظ علمی اون کاری که باید
و شاید رو حداقل آنچه از دست خودشون میومد رو رفتن انجام دادن، رفتن درسشون رو خوندن، اومدن هیچ کار نه در صنعت نه در ادارات نه در جایی دیگه برشون نیست و فقط این ادارت شده یه جایی که متاسفانه ارثی به فرزندان خود این کارمندان میرسه. بحث دیگه بحث اختلاف طبقاتی که دوست خانوممونم از خدمت شما عرض کردن، خانم فریده، بحث اختلاف طبقاتیه. این سیستم سرمایه داری که با آخوندی ما انجام شده در ایران باعث شده که روز به روز لحظه به لحظه سرمایه‌دار ما سرمایه‌دارتر، پولدارتر، مرفه‌تر بشه و کارگر ما فقیرتر و ندارتر بشه و این داره تا به نهایت پیش میره. ماشین‌های چند میلیاردی وارد میکنن، غذاهای میلیاردی و میلیونی میخرن میخورن، لباس‌های 100 میلیون، 200 میلیون، 500 میلیونی میپوشن و کارگر ما برهنه و گرسنه. خب اینا به کجا داره میره؟ این به خاطر این سیستم و تا این سیستم و این رژیم عوض نشه هیچ حرکتی نمیتونه به سرانجام برسه. با تشکر امیر عزیز. جناب آقای امیر، به نظر شما برای کسب مطالبات سیاسی اقتصادی خود طبقه کارگر چه راهکارهایی را باید به پیش برد؟ آیا همونطور که میدونید سندیکاها و شوراهای کارگری تا به حال جوابگوی این مطالبات بودند یا نبودند؟ یه سوالی هست که من میخواستم از شما انجام بدم. آیا تا به امروز تونستن اینا نقطه تعیین کننده‌ای در مبارزات طبقه کارگر وجود آوردن یا بودن؟ میخواستم اینو از شما بپرسم که شما نظرتون در رابطه با این شیوه کار و این شیوه مبارزاتی چگونه است؟ بحث سندیکاها و این تجمعات کارگری یکی از تنها راه‌هایی که دشت کارگر میتونه به حقوق خودش برسه. وقتی سیستم فاسده، وقتی رژیم به فکر سرمایه داراست و جیب خودش و به فکر قشر زحمتکش و کارگر نیست، کارگر و زحمتکش باید به فکر خودش باشه و تنها جایی که میتونه داد تظلم ببره اونجا بره فریاد بزنه حق و حقوق خودش همین سندیکاها هستن که این سندیکاها هم غالبا از خود همین کارگرای مظلوم تشکیل میشن و شکل میگیرن. اما یه نکته هست که ما باید واقع بین باشیم. عزیزان، باید سندیکاها در جهت آزادی و برابری گام بردارن، باید در جهت حقوق زحمتکشان و کارگران گام بردارن. آیا در ایران واقعا اینه؟ آیا کسایی که این سندیکاها رو دارید حمایت میکنید، آیا کسایی که دارید این سندیکاها رو دارید بزرگ میکنید در ایران، متاسفانه با کمال خجالت، با کمال سربزیری، با کمال ناراحتی و از عمق درون باید بگن این سندیکاها در جهت خواسته های کارگران گام بر نمیدارن. من مثالی که خدمت شما هستم همین تجمع اول مهر بود، اول ماه مهر باشه، اول ماه مهر که روز جهانی کارگر در همه دنیا دارن تظاهرات و راهپیمایی‌هایی در حق و حقوق کارگران برگزار میکنن. تصاویرش دارید میبینید. اینا همه در حمایت از حقوق کارگر و در همه جا آزاده. اما سندیکاهای ایران اومدن این رو با رژیم همدستی کردن و چند سالی در داخل ورزشگاه‌ها و فضاهای بسته برگزار میکنن. یعنی کی؟ یعنی خفقان، یعنی این که داد کارگر رو نباید کسی بشتره، فقط دارن اینجا داد بزنن خودشون بشترن. و این چیزیه که سندیکاها مسئولیت دارن، باید در جهت بروز فریادهای کارگران گام بردارن که متاسفانه این گام‌ها برداشته نشده و جای ضعفه. ما امیدواریم یه روزی برسه که سندیکاها حق واقعی کارگران رو مطالبه کنن، لااقل اگه نمیتونن بگیرن حداقل فریاد بزنن، ولی متاسفانه در کشور ما اتفاق نمیفته و اینها به خاطر همدستیشون با باندهای سرمایه‌داری داخل کشور که در ادامه در خدمت توضیح خواهم داد، اینها همدست شدن با این باندهای سرمایه‌داری که وابسته به رژیم هستن و بیشتر به فکر همون طبقه مرفه، طبقه سرمایه‌دار و اون احزابی که
ظاهرا سیاسی هستن ولی واقعا این احزاب اقتصادی هستن که به فکر جیب خودشون هستن. همون تفاوت طبقاتی و اختلاف طبقاتی که خدمتتون گفتم روز به روز برم پولدارتر و مرفه‌تر میشن. متاسفانه این سندیکات تا الان به این سمت نرفتن، هرچند میخواستن اینا رو به سمت آزادی و برابری برن، ولی متاسفانه باید ناباورانه بگیم که اتفاق نیفتاد. با تشکر آقای امیر. جناب امیر، میخواستم که یه سوال رو در رابطه با همینطور که میدونید یک ماه آینده، در ماه آینده در ایران انتخاباتی به وجود اومده یا انتخابات قلابی هست که رژیم جمهوری اسلامی در حال تدارک اون است. من میخواستم بگم که کارگران ایران، نظر شما در رابطه با این انتخابات چیه؟ پیامی یا پیشنهادی در رابطه با مسئله خود این انتخابات دارید برای کارگران و زحمتکشانی و اصلا مردم ایران که این صدای شما رو میشنون؟ میخواستم نظرتون در رابطه با این انتخابات بدونم. بله، بحث انتخابات میدونید که همونجور که شما فرمودید یه انتخابات باید بگیم انتصابات این نمایشه که رژیم هر چند وقت برای بقا دادن و طول عمر خودش داره انجام میده و الا واقعا انتخاباتی نیست. خاطر اینکه میخوان گاهی تغییر مزاجی داشته باشن، تغییر سیاستی در سیاست‌های ریز داشته باشن، گاهی کارا رو انجام میدن، این نمایش رو برگزار میکنن. اما من میخوام باز هم یه مقدار واقع بین باشیم. آیا همه آزادی خواهان ایران، برابری خواهان ایران، قشر زحمتکش و کارگر این رو متوجه شده و درک کرده؟ متاسفانه باز باید با کمال ناراحتی این رو بگم که اون قشر ضعیف جامعه ما به خاطر اون ضعفش، به خاطر اون مشکلات اقتصادی و نداری‌هاش به جایی رسیده که با تطمیع هایی که این حکومت و رژیم و احزاب دارن بهش به قولی پیشنهاد میدن، به خاطر پیشنهادهای اقتصادی که میبینید مثلا بحث یارانه ها رو یکی میاد میگه من 200,000 میکنم، اون یکی دیگه میاد من 250,000 میکنم. خب این بازیه، این مشخصا بازیه که فقط میخوان کارگران رو قشر زحمتکش و ضعیف رو تطمیع کنن. و من حرفم به همه عزیزان کارگر، همه زحمتکشان اینه که واقعا آگاه باشید. اینجوری نباشه که تا یک جریان سیاسی را افتاد، مثلا ما دیروز شاهد این بودیم که بازار مثلا در این سکه فروشی ها، این طلا فروشی ها پوستر زدن، در تبلیغ میکردن که ما قیمت فعلی رو اعلام نمیکنیم تا ببینیم هاشمی کاندیدا میشه یا نه. یعنی حضور هاشمی تاثیر داره در اقتصاد. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون قبضه کردن بازار ایران، قبضه کردن اقتصاد ایران در دست چند تا سرمایه‌دارن که به ظاهر مثلا سران یه حزبی جریانی هستن، ولی واقعا این نیست. واقعا اینه که اینا فقط به فکر جیب خودشون هستن. آقای هاشمی، اگه تو میخوای با آمدن در انتخابات به فکر مردم باشی و این مردم رو به دنبال خودت بکشی، چرا تا الان نرفتی؟ چرا تا الان به فکر ما زحمت کشا نبودی؟ معلوم میشه به فکر منافع خودت هستی. آی کارگر عزیز و نازنین، این مشکل شما نیست که الان با این حرف شما میخوای بری طرف هاشمی. مشکل سیستم ماست. مشکل اینه که متاسفانه رسانه‌های ایران که در قبضه خودشون هستن و رسانه‌های اپوزیسیون هم این روشنگری ها رو خوب انجام ندادن که شما بشناسید این افراد رو، بدونید این جریان ها چیه و به کجا میخوان شما و ما رو ببرن. اما حرف من و شما و رسانه هایی که این مسئولیت رو دارن در این ایام اینه که واقعا روشن کنن هاشمی آیا گزینه‌ای میتونه باشه برای آزادی خواهی؟ آیا هاشمی میتونه برای ایران کاری بکنه؟ چرا الکی شعار میدید؟ هاشمی هیچ کار نمیتونه بکنه چون مال این رژیمه. اگه بخواد کار بکنه برای بقای رژیم میکنه چون مال این رژیم بوده و حتی خودش هم بارها این رو گفته. هیچ وقت به فکر این نباشید که هاشمی کاری بکنه با غرب بتونه کاری بکنه. نه، آقای خامنه‌ای بارها گفتن، اون کسی که همه رژیم در قبضشه گفته که آقا رابطه با آمریکا و غرب در دست خودمه، هیچ کس هم اجازه نمیدن دربارش تصمیم بگیره. پس کسی در این باره نمیتونه تصمیم بگیره و فقر و فلاکت من و شما هم هیچ وقت به دست این نیست، بلکه به دست خودمونه. خودمونه باید
سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. جناب امیر، توی صحبتاتون به یه اشاره کردید در رابطه با نیروهای اپوزیسیون. میخواستم که نظر خودتون رو در رابطه با این نیروهای اپوزیسیون، بخصوص نیروهایی که اعتقاد دارن سرنگونی طلب هستن، اعتقاد دارن که کلیت رژیم جمهوری اسلامی بیاد، میخواستم ببینم که یه نظری رو در رابطه با این نیروهای اپوزیسیون خارج کشور هم به ما توضیح دهید برای بینندگان ما. دید شما نسبت به این جریانات اپوزیسیون چیه؟ نگاه کنیم، ما یک قشرهای مختلف اپوزیسیون و انواع اپوزیسیون و افکار و عقاید که دارن رو باید به خاطر اهدافی که دارن، به خاطر زمینه‌های فکری که دارن در چند نوع قرارشون بدیم. یک نوع از این افکار و عقاید این کسایی هستن که در سایت ها و تلویزیون های رسمی کشورهای مختلف دارن کار میکنن که دارن مثلا دشمنی خودشون و حرکت های اختلافی خودشون رو و اعتراضیشون رو اونجا عنوان میکنن. اما اینها کدوم ها هستن؟ همونجور که همه میدونن تلویزیون BBC، صدای آمریکا، تلویزیون منوتو و این تلویزیون ها، رادیو فردا، رادیو اسرائیل، اینا کسایی هستن، اینها رسانه هایی هستن که در این ایام شما یقینا خواهید دید که اینها به فکر این هستن که چی؟ حمایت کنند به طور سریع و بی پرده از هاشمی. همونجور که در دیروز و دیشب همون ساعت 6 اینها حتی لحظه به لحظه BBC تو آمریکا همشون داشتن گزارش میدن هاشمی الان تو راه، هاشمی رفت، هاشمی ثبت نام کرد، هاشمی در. خب این معلومه اینها یه برنامه‌ای برای هاشمی دارن. و علت چیست؟ علت اینه که تنها کسی که میتونه با غرب به یه مقدار تفاهم برسه، یه مقدار بیشتر پوان بده و این حالت چکشی رو از با نظام رها کنه، هاشمیه. اینها یه امید رو دارن ولی حتما کول خوندن، در هاشمی کاری نمیتونه بکنه. اما رسانه‌های دیگه اپوزیسیون هم در دست یک عده هستن که اینها سلطنت طلب‌ها و یک سری حالا بگیر طرفداران نظام پادشاهی هستن که اینها باز چند قشرن خودشون. من یه قشری که خدمتتون بگم اینه، اونها دنبال این نیستن که واقعا ایران آزاد بشه، واقعا دنبال این نیستن، چون بقای رژیم به بقای خودشون بستگی داره. اگه رژیم از بین بره اینها هم واقعا بدونید از بین میرن. برای همین اینها فقط به خاطر پولی که بهشون میرسه با اون پول زندن. اون پول رو کی میده؟ طرفداران هاشمی دارن در خارج کشور خرج میکنن. شما دیدید که در این ایام، در این چند روزه چطور، و از این بعد خواهید دید تلویزیون های سرکمت طلبی که همه میشناسن، من نمیخوام اسم ببرم. من دیدم یکی از این تلویزیون ها دیشب به ساعت ما مثلا ساعت 2-3 همیشه ساعت 12 شب تمام میکرد، ایشون ویژه برنامه گذاشت برای هاشمی. کسی که میگه من هیچ وقت پول نگرفتم، من هاشمی فلان، ویژه برنامه گذاشت ساعت 3 و 4 شب. خب اینا برنامه دارن و اینها دارن به این سمت میرن. من حرفم با مردم ایران اینه، ما در ایران دهنمون بسته است، ما اختناق داریم، ما خفقان داریم، ما این فضای بسته رسانه‌ای رو داریم و به خاطر این هر کسی از ماها به خاطر اون افکاری که داره به سمت یک از این رسانه‌ها رفته تا اخبار خودش رو جذب کنه و بفهمه و بگیره. اما این خفقان، این کموکاسیا باعث نشه که به طرف هر کسی بریم و خبر رو از هر کسی بگیره. مواظب باشید که این تلویزیون‌های اولا کشورهای مثل انگلیس و آمریکا به فکر منفعت من و شما نیستن، به فکر آزادی من و شما نیستن، اونا به فکر معامله خودشون هستن. و رسانه‌های اپوزیسیون مثل حالا مثلا اسم ببرم چند یا نبرم من کار ندارم، خودتون بفهمید کدوم تلویزیون رو میگم. این تلویزیون هایی هم که به ادعای مثلا آزادی ایران، نمیدونم آریایی بودن و فلان حرفان دارن کار میکنن، اینا هم به فکر جیب خودشون هستن. اینا پولهایی رو که دارن با زد و بندهایی دارن از ایران بهشون میرسه، با اون پول زندن و باید این رژیم بمونه. لذا باید بیاد حمایت کنن از هاشمی، از کسایی که مثلا این پولا رو بهشون میرسونن. شما در آینده در این چند روز انتخابات خواهید دید اینا به چه شدتی و به چه زور و ضربی بیان حمایت کنن. همونجور که در سال 88 دیدیم
اینا از موسوی حمایت کردن، همشون چهرهاشون سبز شد، به بهونه مختلف این رنگ سبز رو نشون میدن. الان هم خواهید دید که اینا از هاشمی حمایت کنن، وقتی هاشمی شعارش اعلام کنه اینا همون رو به بهونه مختلف تکرار کنن تا این شعار مثلا فراگیر کنن. اما من شما کارگر زحمتکش به فکر آزادی و برابری هستیم، نباید گول اینا رو بخوریم و باید فقط به آزادی ایران بیاندیشیم و فقط به برابری خودمون و اینکه تنها از دست خودمون ساخته است اگه قرار ایران آزاد بشه، نه به دست رسانه‌های این کشورها و این رسانه‌ها و نه اون کسایی که واقعا دیگه در خارج کشور زدوبندهایی پیدا کردن و ارتباطات مستقیم با این ایرانی‌ها و این نیروهای نظام و این رژیم ارتباط دارن و دارن پول میگیرن تا این حرفا رو بزنن. امیر جان با تشکر. میخواستم یک سوال دیگه رو بکنم. همونطور که میدونید خانم فریدم در کنار شماست. میخواستم از نظر یک مرد کارگر در رابطه با معضلات جنبش زنان و عمدتاً زنان کارگر، از نظر یک فرد کارگر میخواستم یه مقدار برای بینندگان ما توضیح بدید که چرا این اختلافات در رابطه با، البته خب اختلافات مشخصی علاوه فرهنگی وجود داره، علاوه طبقاتی، نظر شما در رابطه با جنبش زنان چیه؟ توی این زمینه میخواستم یه مقدار بیشتر با بینندگان ما در نظر خودتون رو بیان بکنید. با من بودی؟ نه، با امیر عزیز. میخواستم به عنوان یک فرد کارگر، یک فرد کارگر مرد، میخواستم ببینم که نظرش در رابطه با جنبش زنان، جنبش سیاسی زنان چیه؟ به خدای بزرگ میسپارم و خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. آقای بیژنخان، من دوست دارم تو برنامه‌های بعدیتون هم در خدمت شما باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار. با درود. امیر عزیز شما هستید اونجا؟ من در خدمتم. بله. درباره سوالی که فرمودید، نگاه کنید بحث جنبش زنان با همراهی و همکاری مردان ایران واقعا میسر نمیشه. جنبش زنان باید حمایت ما رو در پشت داشته باشه و اون حمایت به اینه. نگاه کنید من الان خودم یک کارگرم، با فریده یه جا کار میکنیم، همون کار رو داریم انجام میدیم، با هم یک کار رو انجام میدیم ولی حقوق من بیشتر از این خانمه. خب علت چیه؟ در همه جا همینه، همه میخوان برن یه خانم رو بیارن به کار بزنن که مثلا یه مقدار حقوقش کمتر باشه، شاید حدود 1/3 کمتر از ما دارن حقوق میگیرن. خب این به قولی اختلاف هایی که وجود داره که این کارفرماها وجود آوردن رو ما باید اینا رو اولا سر و سامون بدیم و دوم در این حرکت های اعتراضی هم که اینا انجام میدن خانم‌ها و بانوان و اینا رو حمایت بکنیم. اگر نبود و نباشه این حمایت های ما، یقینا به خاطر اون نگاه بدی که در ایران و در فرهنگ ایرانی ها به این بانوان و عزیزان هست، اینها سریعتر سرکوب میشن. پس ما باید اینا رو حمایت کنیم و نگاهمون رو عوض کنیم. اول خودمون نگاهمون رو عوض کنیم تا بعد بتونیم نگاه رژیم و جامعه رو عوض کنیم. ما خودمون باید واقعا این نگاه تبعیض جنسیتی رو نداشته باشیم. هیچ فرقی با ما ندارن، همه آزادیم، همه برابریم و باید در راستای این برابری زن و مرد هم قدم برداریم و این از طریق ما ممکنه، یعنی ما مردا باید این نگاه برابر رو ایجاد کنیم. امیر عزیز، سوال آخرمو میخواستم به این طور مطرح بکنم. همونطور که میدونید شما برنامه کانال چشمانداز اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور رو تو ایران میبینید و ملاحظه میکنید و ما با شما از این طریق آشنا شدیم. میخواستم ببینم که نیروهای چپ رادیکال چه پیامی، چه نظری دارید در رابطه با نیروهایی که با هم صحبت کردیم. ما در طول هفته با هم 2-3 بار در این مورد صحبت کردم، با هم دیگه صحبت کردیم. میخواستم ببینم که یه نظر در رابطه با این مسئله، که چه انتظاراتی دارید از نیروهای چپ و سرنگونی طلب در این زمینه با بینندگان ما در تماس با بینندگان ما در میون بگذارید. بله، درباره این اتحاد رفقای چپمون در خارج کشور، من اول همونجور که بارها به شما گفتم واقعا جای تشکر داره و این رو من واقعا به فال نیچ میگیرم که جریان چپ یه جورایی اتحادی به دست آوردن، هرچند
هنوز روی اقلیت ها و به هر حال موارد زیربنایی، ولی باز هم جای شکرش هست. اما اینکه در این واقعی که رژیم اینجوری به جون کارگران و زحمتکشان افتاده، رسانه‌های خارجی کشور همونجور که براتون گفتم خدمتتون در مطلب قبلی، این که واقعا هیچ کس به فکر آزادی نیست جز جریان چپ به نظر بنده که واقعا قشر زحمتکش مظلوم و این قشر کارگر رو درک کردن و کار رو دارن حرکت میکنن. تنها کسی که میتونه به فکر ایرانیای داخل باشه همین جریان چپه، به خاطر اینکه واقعا با همه وجود اینها رو درک میکنه و باید در همین راستا به نظر من گام برداره. و تنها چیزی که میتونه مهم باشه اینه که بعضی از نکاتی رو یه جوری دقت بکنه که به قولی دور نکنه. اونم اینه که باید با داخل کشور ارتباط اینو خیلی بیشتر و صمیمی‌تر کنید. من دیدم داری وقتی رو به شما عرض کردم، بعضی از این عزیزانمون در همین جریان چپ به تلویزیون‌های دیگه اینها یک سری فقط مسائل تئوریک و فرمان مبنایی رو مطرح کنند و که اینا خیلی لازمه، ولی نباید به اینا اکتفا کنیم. باید ما در راستای عملیاتی کردن این ایده ها و افکار در ایران واقعا گام برداریم و لازمش هم اینه که ما با کارگران و زحمتکشان و کسایی که در جنبش‌های جنبش‌های کارگری در جای مختلف ایران دارن فعالیت میکنن، در شهرهای مختلف باید ارتباط بگیرید با اینا بتونید همینجوری که مثل چنین برنامه رو واقعا احتکاری این در تلویزیون ها فکر کنم شما زحمت چی کشیدید لطفشو که اجازه دادید به ما بیاد اینجا صحبت رو درجه کنید، شما ارتباط رو بیشتر و قوی‌تر کنید و وقتی خودتون تونستید و اعلامات تونستیم کارتن کنیم کسانی دیگه کارشناسان یا رفقای ما بیان اینجا صحبت کنن درجه کنن این زوایا رو بیشتر باز کنن و حتی همونجور که فریده نازنین گفتن ما بتونیم یک جوری گام برداریم که بتونیم در هفته‌های آینده حتی یک سری مثلا خیزش‌هایی یک سری فراخوان‌هایی داشته باشیم از اینجا اعلام بشه به رسانه‌های دیگه اعلام بشه و بتونیم یک اعتصاب سراسری اعتراض سراسری رو در ایامی که یه مقدار احتمالاً البته اگه مثل سال 88 باشه و خاطر این گفتمان یه مقدار باز بشه بتونیم این حرکت‌های اعتراضی رو داشته باشیم. و این فقط مضمون اینه که شما در این تلویزیون و در رسانه‌های دیگه جریان چپ اینو واقعا کوشش بدید این گفتگوها این ارتباطات رو صمیمانه‌تر کنید و بیشتر کنید. با تشکر از جناب آقای امیر و خانم فریده من خیلی خیلی تشکر میکنم از وقتی که به ما دادید. میدونم به خاطر مشکلات مختلفی از قبیل امنیتی و شرایط کاری نتونستیم که اونطوری که بشه به قول معروف از وقت شما استفاده بکنیم، ولی بازم تشکر میکنم. امیدوارم در هفته‌های آینده و در ماه‌های آینده از فرصتی که به ما میدید استفاده بکنیم و با شما در رابطه با معضلات مشکلات طبقه کارگر، جنبش زنان و کلاً جنبش سرنگونی طلب ایران، مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی استفاده بکنیم. با تشکر از امیر عزیز و خانم فریده. ممنون از شما که این وقت در اختیار ما قرار دادید. من این حرکت شما رو کنه میگیرم و امیدوارم بتونیم یک گامی در جهت برابری آزادی خودمون و برگشت شما به ایران برداریم. با تشکر امیر عزیز. با درود و بدرود. بینندگان عزیز، این مصاحبه تلفنی بود که با دو تن از فعالین کارگر، زن کارگر و مرد کارگر انجام دادیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در به آخرهای برنامه میرسیم. از شهروز عزیز تقاضا دارم که اون کلیپ دوم اول ماه مه رو تا اونجا که میتونه برای بینندگان ما پخش بکنه. این کلیپ قرار بود هفته پیش برای شما عزیزان پخش بشه و به خاطر مسائل تکنیکی و ضیق وقت نتونستیم این کارو بکنیم و امیدواریم که در هفته‌های آینده با تدارکات بهتر چه لحاظ فنی و چه لحاظ به قول معروف تکنیکی بتونیم این کارا رو انجام بدیم. من از همینجا از تمام شما دوستان و بینندگان عزیز تقاضا دارم به تلویزیون اتحاد چپ، به کانال چشم‌انداز کمک‌های مالی خودتون انجام بدید. در زیر این تصویر شماره تلفن می‌بینید و حساب بانکی می‌بینید. ما به کمک‌های شما احتیاج داریم. کانال چشم‌انداز تنها کانالی است که
از طریق خود بچهای چپ مستقل و نیروهای بچه‌هایی که کار تشکیلاتی میکنن و اعتقاد به دیدگاه چپ ایدئولوژیک مارکسیست لنینیست و کلا مارکسیست دارن انجام شده. به هیچ سازمان و حزب خاصی وابسته نیست. ما از لحاظ مالی به شما احتیاج داریم، از لحاظ کمک‌های مالی لطفاً کمک‌های خود رو از ما دریغ نکنید. امیدوارم تا هفته‌های آینده و برنامه‌های بهتر شما رو در کنار خود داشته باشید. به درود موفق و پیروز باشید تا هفته آینده. شهروز عزیز اگر اون کلیپ آمده است نشون بدید که برنامه رو با اون تمام بکنیم. Thank you.